خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما بینندگان آگاه و اهل اندیشه و ایمان. ما رسیدیم به یک حکایتی دلنشین و پندآموز دیگر از گلستان سعدی شیرازی، حکایت 17. این حکایت درس‌های بسیار خوب و پندهای بسیار بلند دارد. سعدی می‌فرماید: تنی چند به صحبت من بودند، ظاهر ایشان به صلاح آراسته و یکی از بزرگان حسن ظنی بلیغ در حق این طایفه داشت و ادراری معین کرد. چند تن از اهلی درویش، چند تن از اهلی علم و خودسازی در محضر پادشاه نشسته بودند و از صورت و روی آنها مشخص بود که انسانهای خوب هستند و پادشاه هر ماه بر اینها یک مبلغی را کمک میکرد. مگر یکی از اینان حرکتی کرد نمناسب حال درویشان. یکی از این درویش ها یک کار زشت و ناپسند کرد که پادشاه را ناپسند و بد آمد. ظن آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد. پادشاه دیگر از این درویشان حمایت نکرد و اون پول و مال هم که هر ماه به اینها میداد را رست کرد و قطع کرد. خواستم تا به طریقی کفاف یاران مستخلص کنم، آهنگی خدمتش کردم، دربانم رها نکرد و جفا کرد. معذورش داشتم که شنیده بودم. این شخص میگه که من میخواستم که همین پولی که پادشاه به این درویشان و این شخصی بزرگ میداد را برم دوباره بگم ای پادشاه این درویشان را کمک کن، آن هزینه ماهانه را قطع نکن. میگه رفتم اما دربان و نگهبان کاخ بر من جفا کرد، یعنی مرا راه نداد، با من ناپسند و زشت و بد برخورد کرد. شنیده بودم که لطیفان گفتند، لطیفان یعنی نکته سنجان، انسانهای اهل ادبیات و حکمت و شعر، در میر و وزیر و سلطان را بی وسیلت مگرد پیرامن. سگ و دربان چو یافتند غریب، این گریبانش گیرد آن دامن. اگر پیش یک پادشاه یا پیش یک انسان بزرگ می روی باید یک شناس داشته باشی. اگر شناس نداشته باشی نگاهبان گریبان تو را می گیرد. اگر نگاهبان نبود سگ در آنجا هست که دامنت را می گیرد. یکی گریبان یکی دامن. چندان که مقربان حضرت آن بزرگ بر حالت من وقوف یافتند، به اعزاز و اکرام درآوردند و برتر مقامی معین کردند. میگه یک کم که گذشت بزرگانی آن کاخ مرا شناختند، گفتن این اهل درویش است، اهل خودسازی است، اهل خودشناسی است، این ما میشناسیم، بیا داخل. میگه رفتم در داخل و گفتن بیا در این بالا بشین. به تواضع فرو نشستم و گفتم، اما من در یک جای پایین نشستم و گفتم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. بگذار که من یک انسان کمترین که هستم در صف انسانهای بنده و انسانهای پایینتر بشینم. گفت الله الله، چه جای این سخن است؟ گر بر سر و چشم من نشینی بارت بکشم که نازنینی. انسانهایی که در اوج بودن و مرا میشناختند گفتند که تو بسیار انسان نازنین و انسان شریف هستی، جایت بالای سری ما و روی چشمی ماست. فی الجمله بنشستم و از هر دری سخن در پیوستم، تا حدیثی زلت یاران در میان آمد. میگه در آنجا نشستم و شروع کردم به صحبت کردن، از هر دری گفتم تا به آنجایی رسیدیم که حدیثی زلت یاران گفتم. حدیثی زلت
در اینجا به معنای خطای آن شخصی که باعثی ناراحتی پادشاه و آن شخص بزرگ شد. زلت اگر با حرف ریزه نوشته شود به معنای لغزش و خطا است. اگر با دالزال نوشته شود یعنی زلت، در آنجا به معنای خاری است. در اینجا زلت به معنای خطا است. میگه گفتم که آن دوستی ما یک خطا کرده، بعد این شعر را خوندم. چه جرم دید خداوند سابق الانعام که بنده در نظر خیش خار می دارد. خدای راست مسلم بزرگواری و لطف که جرم بیند و نان برقرار می دارد. میگه که تکی خداوند هستی. در ادبیات گاه به پادشاه و کسی که رئیس یک جا هست میگویند خداوند. خدا همان الله است. خدا در فارسی همان الله در زبانی عربی است. اما خداوند گاهی به پادشاه، به یک رئیس میگوید. میگفت ای خداوند، تو چی دیدی که این پل این مردم بیچاره را قطع کردی؟ مگر نمیدانی که خداوند که همیشه به مردم لطف دارد جرم بیند و نان برقرار می دارد؟ ما گناه میکنیم، در زندگی معصیت داریم، خطا میکنیم، اما خداوند و خدا همیشه به ما لطف میکند. نمیگوید من دیگر رزق روزی به تو نمیدهم. مثل خداوند باش، مثل خدا باش. حاکم این سخن عظیم بپسندید. پادشاه که این سخن شیرین را شنید بسیار خوشش آمد و اسباب معاش یاران فرمود تا به قاعده ماضی مهیا دارند و معونت ایام تعطیل وفا کنند. پادشاه گفت که مانند گذشته این هر ماه ما این کمک را به شما خواهیم کرد و در این مدت برای مثال 5 ماه اگر این پل شما قطع شید، تمام آن 5 ماه را ما به شما برمیگردانیم. ببینید که این سخن چقدر شیرین بود که پادشاه این جایگاه و این ثروت را به آنها بازگرداند. شکر نعمت بگزاردم و زمین خدمت ببوسیدم و عذر جسارت بخواستم و در وقت بیرون آمدن گفتم. میگه تشکر کردم و زمین خدمت بوسیدم و بسیار این جسارتی که کردم و در محضر پادشاه شعر خواندم و درخواست داشتم، عذرخواهی کردم، بخشش پرسیدم و گفتم. این درسی بزرگ است. چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعید، روند خلق به دیدارش از بسی فرهنگ. کعبه که قبله مسلمانان است، مردم از شهرهای دور، یکی از امریکا، یکی از تاجیکستان، یکی از روسیه، یکی از کشورهای دور، مردم می روند کعبه را زیارت میکنند. چرا؟ چون کعبه قبله حاجت هاست، قبله خواسته هاست. تو را تحمل امثال ما بباید کرد. تو هم که قبله حاجت مردم هستی، تو که پادشاه هستی، باید زندگی مردم را تأمین کنی. نیازهای مردم در دستی توست. تو که نیازهای مردم در دستت است که هیچ کس نزند بر درخت بی بر سنگ. هیچ کس بر یک درخت بی میوه سنگ نمیزند. تو که میوه داری، ثروت داری، خزینه کشور در دستت هست، مردم به تو رجوع میکنند، به نزد تو می آیند. تو را تحمل امثال ما بباید کرد. تو باید مردم ضعیف را تحمل کنی. تو باید مهربان باشی. نه اینکه اگر از یک شخص خوشت نیامد او را زندان کنی، نانش را قطع کنی، خانوادهش را آزار کنی، از دین دنیا او را بیزار کنی. پادشاه باید مهربان باشد. منصبدار باید مردم ضعیف را تحمل کند. باید ظرف وجود خودش را وسع کند. این حکایت بسیار شیرین بود و دلنشین. امیدوارم که هم من و هم شما از این حکایت
درس گرفته باشیم و لذت برده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.